آیا فکر میکنید همه افراد درباره هر موضوعی راستش را میگویند؟ خیر، هرگز این گونه نیست. همه ما چیزهایی داریم که بخواهیم از دیگران پنهان کنیم، اما این بیجایی که ممکن است در بعضی از موارد بین مردان و زنان یکسان نباشد. به خاطر همین در این قسمت تصمیم گرفتیم که حقایق را در مورد مردان به شما بگوییم که شاید خودشان خیلی آن را بیان نکنند. مردان دیرتر از خانم ها می خوابند. شاید فکر کنید که مردان همان سر شب می خوابند، اما این موضوع غلط است. آنها معمولا زمان بیشتر نیاز دارند تا بتوانند بخوابند که معمولا این اتفاق بعد از رابطه زناشویی بیشتر است. یعنی آنها بعد از انجام این کار بیشتر بیدار میمانند، اما زنان خیلی راحت به خواب می روند. مردها بیش از حد می نشینند. کاملا طبیعی است که مردان دلشان می خواهد همیشه قوی و متناسب به نظر برسند و در نتیجه زمان زیاد را نسبت به خانم ها صرف رفتن به باشگاه و ورزش می کنند. اما جالب این است بدانید که آنها زمان زیاد را می نشینند و شاید خیلی به اندازه زنان نتوانند سر پا بایستند. آنها بر این باور هستند به خاطر اینکه به باشگاه می روند و ورزش می کنند پس اشکالی ندارد که مدت زمان زیادی بنشینند، اما انجام این کار غلط است و مضرات زیادی را برایشان دارد. هنگام استرس خطر میکنند. زمانی که استرس میگیرند خودشان را در معرض خطر قرار میدهند و این موضوع در مورد اکثر مردان صدق میکند. زمانی که استرس میگیرند خودشان را در معرض خطر قرار میدهند که شاید در مورد این موضوع صحبت نکنند، اما در واقع با انجام این کار میخواهند از خودشان انتقام بگیرند و در واقع یک واکنش دفاعی در برابر استرس است. مردان خیلی خودشان را دوست دارند. شاید فکر کنید که زنان بیشتر به خود دوست داشتن اهمیت بدهند، اما این موضوع در مورد مردان بیشتر است. آنها به دنبال راهکارهای بیشتری هستند که خودشان را دوست داشته باشند و شاید خیلی در مورد این موضوع صحبت نکرده و آن را بیان نکنند، اما خودشان را خیلی دوست دارند. احتمال صدمه دیدن یا فوت شدن در شغلشان بیشتر است. یکی از عواملی که باعث می شود خانم‌ها در طول عمر طولانی‌تر داشته باشند این است که معمولاً وارد شغل‌های خطرناک نمی‌شوند یا استرس به خاطر شغل در آنها کمتر است و در نتیجه کمتر به مشکلات و بیماری‌ها دچار می‌شوند. اما مردان معمولاً دچار استرس بالا هستند و همین که خطرات شغلی برای آنها بیشتر است. خودشان را بو میکنند. مردان دوست دارند که بدن خودشان را بو کنند. این اتفاق دلیل خاصی ندارد، اما اکثر آنها لباسهای خودشان را هم بو میکنند و این در مورد خیلی از آنها صدق میکند و احساس میکنند که این کار یک نوع رعایت بهداشت است که البته هیچ ربطی ندارد. خودشان را سالمتر از آنچه که هستند نشان میدهند. مردان دوست دارند همیشه قوی و سالم به نظر برسند و طبق نظرسنجی‌های موجود آنها اعتماد به نفس بیشتری در مورد سبک زندگی خود دارند و سعی می‌کنند که همیشه خودشان را سالمتر از آنچه هستند نشان دهند.